خوش است که جستن و انعکاس جشن نوروز مرام و مقصد ماست. از این رو بهر تهیه باز یک برنامه دیدنی از رسم و آیین، عنعنه و سنت‌های دیرینه دیروز و امروزی نیاگان در جشن نوروز در حال به این سمت راه پیش گرفتیم. انیخترش به ملک تاریخی و صنعتی کشور ترسونزاده شهر. واقعا این شهر ملک آباد است و مدام در پنجه نسیم فارم و عطرآگین و باد و هوای دلنشین. مردم همگی پی کار و بار خود هستند و از نعمت بهار و جشن نوروز بهره‌ور. نوبهاری عشق من خوش آمدی، بر دیار عشق من خوش آمدی. شرشری رود است اندر گوش من، چهچه بلبل را بوده هوش من. نمیدانم که ای شکرانه دلبر، نخستین از کجا گپ را کنم سر. کدامین امتیاز و خصلتت را بگویم پورتر خوشروی و خوشتر. مبارک باد عشق نوجوانی، مبارک جشن نوروز جهانی. زمین را میسه و گل کرده زیبا، مبارک بخت و تخت آسمانی. لب را بکشادی و بدیدم، با چشم ندای بخت دیدم. از شوق چو مرغ پر کشیدم، زان گل که تو گفتی دسته چیدم. ببین تیر و کمان سوی دمیده، ببین شبنم بر روی گل چکیده. شکفته لاله های ارغوانی، به مانند عروسی نودمیده. رفیقا از صباح باد نوروز، چو گل شد از رخ گل خنده آموز. در ایام که شامش صبح رنگ است، شبش چون روز و روزش عالم افروز. به خوبی میدونیم که آماده نمودن طعام‌های ملی این سنت و عنعنه‌های صرف ملی بهار و نوروز است. با فرارسیدن موسم بهار و جشن نوروز، مادران و بانوان و گلدختران در حال به تیار نمودن طعام‌های ملی که خاص نوروز خجسته می باشد مشغول می شوند. بانوان هنرمند شهر ترسونزاده نیز این دم برای بستن نان‌های لذیذ تاجیکی، کلچه های شیرمال که از گذشته خاص خوان نوروزی دانسته می شود دست به کارند. پس از بستن نان و کلچه های شیرمال، بانوان تجربه‌دار و هنرمند این محل اکنون به پختن طعام های ملی آمادگی می گیرند.
باید گفت که در منطقه‌های کشور شیوه‌های گوناگون پختن نان‌های نوروزی وجود دارند و در اینجا نیز طعام‌های ملی هم میکنیم و سومالک میپزیم همسایگاتی و آش بروده میکنیم، کوچه میگوییم، کوچه میکنیم. با همه اوقات‌های طعام‌های قدیمی میپزیم نصیب باشد. من حاضر آستا آستا سومالک میکنیم، همه چیز میکنیم نصیب باشد. چشیدم راحت سری محیط ندیدم، باری علم دست کشیدم تا اوکی به عاشقی رسیدم. گل جامد از شوقی رویت، عنبر شکن از قدری مویت. گل جامد از شوقی رویت، عنبر شکن از قدری مویت. نشود حریفی خویت، فیردوس نمونه زی کویت. گل جامد از شوقی رویت، عنبر شکن از قدری مویت. گل جامد از شوقی رویت، عنبر شکن از قدری مویت. گل جامد از شوقی رویت، عنبر شکن از قدری مویت. گل جامد از شوقی رویت، عنبر شکن از قدری مویت. نوروز جشن طبیعت و ایجاد کرده کلی خلقهای عالم است. هر خلق بزرگ به آن چیزی افزود و به عرف و عادتهای خود نزدیک نمود. نوروز از این بایتر و زیباتر گردید. در این روز گلدختران به هم آمده بزم شعر سازمان می دهند و پارچه ها از چکیده های نثر نیاگان که راجع به بهار و نوروز وصف یار و اغیار و دیار و طبیعت ایجاد شدند با ذوق و هوس خاصه قرائت می نمایند. چون این سبقت بیان و سخن حالا در محیط ایدانه گلدختران شهر ترسونزاده به جلوه آمده است.
قوم عجم ریزد نوروز مبارک باد خورشیدی حمل خیزد نوروز مبارک باد خوش آمده فروردین جان بخش زمین را بین دی خیزد و بگریزد نوروز مبارک باد. ای بهاری سبز و تر خوش آمدی، ای جمال بحر و بر خوش آمدی. از قدمهایت همه گل می کنند، ای عروسی گل بسر خوش آمدی. بهار آمد، بهار آمد، گلی سبزن قطار آمد. به دهقان وقتی کار آمد، بهاری لاله‌زار آمد. نوروز زمانی لاله‌زاران باشد، زیبا همه در فصل بهاران باشد. هر غنچه که لب به خنده باد می سازد، چون دلبر شوخ چقچقه خندان باشد. نوروز نوجوان است، نوروز جاویدان است. از روزگار دیرین زیباترین نشان است. بوی نوروز رسد از همه در، روی نوروز رسد از همه در. در چمن پیرهن نوروز است، تاجیکستان وطن نوروز است. در بهاران عید مادر می شود، دیده و دلها منور می شود. در گل افشانی فصل نوبهار، با نگاه زن برابر می شود. از فروغ چشم مادرهای ما، تاجیکستان همچو اختر می شود. نوبهار آمد گلستانش خوش است، سبزه و بارانی نیسانش خوش است. چهچه بلبل چهچه بلبل به باغ و باستان، نغمه مرغان خوشخوانش خوش است. بهار آمد به نیکروزی، بچین گل‌های نوروزی. بی منطقه گلدوزی، بهار نو مبارک باد. صبح نوروزی دمید ای آفتاب، تیزتر بر بزمگاه ما شتاب. نور افشانی نما بر مردمان، بر دیار فیضبار آریان. می برایم از پس ابر گذر، نور افشانیم بر هر ره گذر. چون که نوروزی جهانی آمده، با شکوه آسمانی آمده. نوروز آمده دوست با ساز و با ترانه، نوروز آمده دوست روی جهان گرفته. با حسن و با لطافت، با مهری بیکرانه، نوروز آمده دوست. دوستان فصل دلافروز مبارک باشد، جشن فرخنده و فیروز مبارک باشد. همه جا خرمی و تازه جوانی بینم، نفس تازه نوروز مبارک باشد. ای بهاری نازنی آمدی، خوش آمدی. دلربای و دلنشین آمدی، خوش آمدی. با قدمهایت چمن گل می کند، ای عروسی نازنین آمدی، خوش آمدی. در شهر ترسونزاده در برابر خوشی و خرسندی و رقص و بازی ها عنعنه آماده نمودن طعام های ملی در مد اول می ایستد. رمزهای نوروزی بیشترند در خانهای نوروزی هفت سین و هفت شین گرد می آیند. هنرمندان و بانوان چیره-دست این کهندیار در این روز فرح و شادی نموده یادگاری های بی‌نظیر عنعنه های ملی را که بافته و طرح هنر و استعداد کامل آنهاست به نمایش برآوردند.
духтарони қадрасу ороста бо назокату фараҳи ба худ фархонда анъанаҳои миллиро боз ҳам зиндатар намуданд. тоҷикистон сарзамини фарҳангист ва наврӯз дар ин кишвари офтобӣ ҷойгоҳи хоса касб кардааст. ҷумҳурии тоҷикистон дар радифи кишварҳои ҳавзаи наврӯз дар ҷаҳонӣ кардани ин ҷашнвораи ниёгон нақши муассир дорад. анъанаҳои наврӯзӣ ки рамзи ваҳдатофарӣ доранду таҷлили ҷашни наврӯз таҳкими дӯстиву рафоқат ва ҳамдиливу ҳамгироии мардумони ҳавзаи наврӯз мебошад, аз фазилатҳои неку шоистаи инсонист. мардуми шаҳри турсунзода бо дастовардҳои меҳнатӣ бо як рӯяи баланди ватандӯстӣ ҷашни наврӯзро истиқбол мегиранд. мардуми тоҷик аз қадимулайё ҳамчун ҳунарманд, ҳамчун косиб эътироф карда шудааст. имрӯз дар шаҳри турсунзода бисёр ҳунарҳои мардумӣ, ҳунарҳои халқӣ аз нав эҳё карда шуданд. бисёри мардум шуғл ба ҳунар ва ҳунармандӣ доранд. хеле ки мебинед дар ин ҷо ҳунарҳои кулолгарӣ, бофандагӣ, дӯзандагӣ, наққошӣ, кундалкорӣ ва дигар намудҳои санъати ҳунарҳои мардумӣ ба маърази тамошо гузошта шудааст. бо хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ як курси расми беҳтарини наврӯзӣ доир кардем, ки бачаҳо дар васфи наврӯз, дар васфи баҳор расмҳои худа эҷод карданд, ки ин таҷассумгари сулҳу осоиштагию дӯстию бародарии ҳамаи мардуми сокини ҷумҳурии тоҷикистонро эътироф менамояд. имрӯз санъати ҳунари тоҷикистон на ин ки дар ҳудуди тоҷикистон, балки дар дигар мамлакатҳо ба маърази тамошо гузошта шуд, ки тамоми мардуми ҷаҳон аз ҳунару истеъдод, қадимӣ будани ҳунарҳои мардумӣ воқиф гаштанд. дар вақти ҷашнгирии иди наврӯз дар ин ҷо бозиҳои варзишӣ, бозиҳои ҳунарҳои мардумӣ, намоишҳо, ҳар хел хурду хӯрокҳои миллӣ ба маърази тамошо гузашта мешавад. инчунин яке аз таомҳои маъмули наврӯзӣ суманак ҳаст, ки суманакпазӣ пеш аз ҷашнгирии наврӯз қариб дар ҳар як хонадон, дар ҳар як кӯча, дар ҳар як мисол гузар пухтупаз карда мешавад. рӯзҳои тантанаи наврӯзӣ ҳамин суманак зеби дастурхони наврӯзӣ мегардад. анъанаю вайҳо камтарак дигар не ки дар умум мо ҳама як ҳунари наққошӣ дар минтақаи ҳисор, дар минтақаи лелнобод, дар хуҷанд, дар кӯлоб бо якдигар ҳамин алоқамандӣ устуҳо мувофиқи равиш, мувофиқи фаҳмиш, мувофиқи истеъдодаш дар ҳамин ҳунарҳо нақшу нигор ё банду баст ё ки сохт ё ягон намуда истифода мекунанд. дар маҷмӯъ ҳунарҳои мардумӣ дар ҳамаи минтақаҳои мо як хел аст ва бо якдигар зич алоқамандӣ дорад. тамоми мардуми шарифи тоҷикистонро бо омадомади наврӯзи оламафрӯз табрик ва муборакбод менамоям. бигзор дар ҳамаи хонадони мардуми тоҷикистон хурсандӣ бошад, шодӣ бошад. бигзор ҳамаи рӯзашон наврӯз бошад.
دهقان برایت فیضی به حد تحفه آرم سخن داد آفتاب سوی دیگر گریت سهام یک سخن داد آفتاب سوی دیگر گریت سهام با رشته تیرو کمان در سینه گل دوزی کنیم با رشته تیرو کمان در سینه گل دوزی کنیم سلطان کی از نوروزی نو دارد اومدی روزی نو تو سازی نوروزی بیزن ما بزمی نوروزی کنیم تو سازی نوروزی بیزن ما بزمی نوروزی کنیم نوروز شو ای دل ربا بشو کی نوروزی کنیم نوروز شو ای دل ربا بشو کی نوروزی کنیم از تو چای روی شما ما زفی دل روزی کنیم از تو چای روی شما ما زفی دل روزی کنیم از تو چای روی شما ما زفی دل روزی کنیم. یکی از پیشه‌های هنرمندان این دیار در گذشته نیز این کلالگری بوده است. تاریخی بودن این شاخه هنر از حفریات مصنوعات کلالگران گذشته درک می‌دهد. در همه فصل و روز و اینک هم در جشن نوروز محیط و اطراف هنرمند مردمی کلالگر فاضل ناصیروف پر از تماشابین. چون در شهر ترسنزاده در نمایشگاه نوروزی اشتراک داریم که در اینجا تعداد زیادی هنرمندان و اینچنین هنرمندان نوروز فعالیت دارند، اشتراک دارند و کودکان یکی از شماره زیادی اشتراک کننده های هنرهای ایدهای گوناگون هستند. آنها با همین گویم که استفاده به دست آوردن اشتراک هایی که آن را هنرمندان کلال می سازند به همون محیط اید یک گویم که نکهت دیگر می بخشیدند و چنانه که همگان شاهد هستند این یک صوتی گویم که بلبلان کوهستان است، یک نوای بسیار خوش است که نزدیک به نوای نی هم هست، با این زیادتر معروف است. مصنوعاتی با رنج و زحمت کسبی آماده کرده شده این مرد نجیب و حلیم هنر را میتوان کاشانه تاریخ عنوان کرد، زیرا در هر کدام رنگ و بار سنت نیاگان منعکس یافته از تمدن کهن و تاریخی تاجیکان مژده می‌دهد. بهار این یک موسم احیای زندگی است و ما کوشش میکنیم که در اثرهای خود در آرایش آن زیادتر از همین آن گلهای نوروزی است، گلهایی که آن بحر دلها را میکشاید. با این با آرایش دین مشغول هستیم و تمام این کوزه و گلدانهایی که شما میبینید اینها زیادتر با همین آرایشات های گلهای بهاری زیادتر انعکاس شدند و همه این امید میکنیم که برای تربیت ذوق زیبا پرستی مردم، برای زیادتر ترنم نمیدن این جشن که جشن نوروز جهانی است، جشن نوروز عجم است، یک دستاویز باشد. استاد فاضل کلالگر تاکنون عضو چندین اتحادیه و اتفاقهای هنرمندی در تاجیکستان و بیرون از آن می باشد و با این وسیله بهر تبلیغ و تشویق عنعنه و رسم و رسوم مردمی میان خلق اشتراک نموده در چاره‌بینی‌های فرهنگی و نمایش‌های هنری پیش صف می باشد. این نوروز بسیار خوشپی باشد. امید آن داریم که بهترین روزگار را این ملت نصیب شود و بازم تکرارا میگم که این ملت تمدن آفر است و گذشته ما تا به گویم که حضرت آدم همیشه ما کلالگران دعاگوی هستیم و امید آن داریم که روی ارواح جمله اولاد و اجداد ملت تاجیک از ما ابدا شاد باشد و تا اینکه این ملت باز هم به پیشرفت و شهرتیابی های زیاد میسر گردد. ای عالمی خندیده نوروز مبارک باد،
ای یاری دل و دیده نوروز مبارک باد. گل خیزد و گل روید بلبل به هوس گوید. بالیده و نازیده نوروز مبارک باد. ای یار گل سیه گوش نوروزی با غمزه و نازکات مرا می سوزی. بلبل بشوم برای تو ناله کنم پوشیده بیای کرته گلدوزی. امروز و شبان خورشید از بستر غم خیزد. با چهره بالیده نوروز مبارک باد. با خنده های طفلان نوروز آمد امروز. با تورنه سناخان نوروز آمد امروز. گلگرد کوه و پشته چون چهره فرشته با حسن روی جانان نوروز آمد امروز. ای چهره های خندان نوروزتان مبارک. مردانی نیک پیمان نوروزتان مبارک. ای کوه و دشت و پشته گلزاری پشته پشته با فیض نوبهاران نوروزتان مبارک. در دهه ماهی نوی جماعت دهات ترسون تویچیوی شهر ترسونزاده 100 ساله ها بیش است که دایره از مردمان هندو نژاد با نام پری عمر به سر میبرند و شایسته تحسین است که آنها طول حیات و فعالیت نه تنها زبان تاجیکی را به درجه خوب از بر کردند بلکه رسم و آیین و عنعنه های نیکی نیاگان ما را با خوشنودی پذیرفتند. نوروز رو همین جشن تاجیکستان چه خیلی که جشن میگیرن همون خیلی جشن میگیرن. مثلا گندم کوچه میکنن، سومنک میکنن، گل دخترکو و کرته اطلس پوشیده همین خیلی میگردن. اینجا سومنک هسته خیلی و این چگلدک هسته، شیر برنج، خانم. از طعام‌های ملی تاجیکی قرطب لذیذه با مزه. بهار آمد نیامد بوی مادر، شدم پزمان و روی موی مادر. نمی ارزد هزاران نوده گل با یک تاری سفید موی مادر. 100 سال همینجا زندگی میکنیم. مثل پدر و بابامون همین پیش گذشتگی همینجا زندگی کردگی. رسم آیین خودمان هم هست و با رسم آیین مردم تاجیک و ازبک ما یک جای مازیره. حالا جمعیت پریان شهر ترسونزاده به خاطر تجلیل این جشن فرخنده نوروز خجسته به هم آمده رقص و شادی دارند. آهنگری نیز یکی از معمولترین کسب‌های هنرمندان دهه حساب می‌یابد. استاد با رحیم کلانزاده از زمره آهنگران این دهه در سالهای اخیر به شمار می‌رفت. با درگذشت خود و فرزندان امروز نبیرگان با مسئولیت میراث برند. من در سن 12 سالگی از پدر یتیم ماندم. خواستم که دکان میراثی پدرم را به کار شروع کنم و چیزی که از دستم میآید آن را ساخته به مردم تاجیکستانیان پیشکش کنم. اجرای رسالت کسبی هنرمند به سن و سال وابسته و مهم نبوده است. این نورسان که از خورده در احاطه هنرمندان بودند و از آتش و آهن آگهی شیوه و مشتاق ادامه کسب و کار بابایی اند. در خوردی هم یعنی که در همین گرد و پیش پدرم بسیار تاب می‌خوردیم و با همراه پدرم کمک می‌کردیم و از پدرم این کسب رو خیلی کم هم باشد یعنی که یاد گرفتیم. نام بابای من یعنی بابا کلان به همه گوشه کنار ما 5 ریگ است. فصل بهار آمد یعنی موسم کار دهقانان و برای همین ما برای دهقانان همین آلات‌های ساختمون رو پیشکش میکنیم و آنها با این کار کرده و همین طور ما از روی این کسب زندگی خود را پیش میبریم. با هنری ممتازشان که یادگار به میراث است، آلات‌های روزگار مخصوصاً تبر، اره، تیشه، بلغه و غیره میسازند. یعنی در این سن و سال الکی زبان آهن و آب و آتش مهم است همه هنر آهنگری را از خود کردند.
ما میخواهیم که هنری آهنگری را از خود کرده برای رشد آن یعنی حصه خود را باقی گذاشته هنرهای مردمی را از نو زنده کرده به تمام تاجیکستانیان پیشکش کرده و احیا سازه. چه خیلی که دهقانان به ما فرمان میدهند ما همان چیز فرمان شده آنها را با آنها ساخته پیشکش میکنیم. جوان پسران چالاک کار را با صبوری و ذوق و الهام کسبی اجرا میکنند. به پیشه خود چون استای ماهر و مشفق مناسبت نموده محبت به این هنر بابایی را دارند. زیرا حیات خود را محض به وسیله این کار و پیشه پیش می بردند و خود را در این راه موفق می شمارند. کار و زحمت خاندان بابا سفرعلی چوبتراش محض در فصل بهار بیشتر اوج می گرفته است، زیرا آغاز کار است و موسم بیشتری استفاده بری از چنین ظرف ها و اشیاهای چوبین. شنبه به دادم بهای بلند ریگر به ویسافکه به من بسیار ترس می برویم نمایشو با می برویم من بچه میرد. هنر چوبتراشی در محیط خاندان بابای سفرعلی میراثی بوده است، از پدر به پسر و از پسر به نبیرگان. امروز بابا سفرعلی چوبتراش به پیری حکم میراند و از تجربه بزرگ هنر به پسرانش درس می آموزد. میراث موندگی ای بابای کلانی ما میراث موندگی اوتم با ای اوتم با مهم با من با بعد من فرزندم همین کسب پدره دوام داشتن. مو این کسب نمیپرتم 20 سال کار کردم. بعد من شاگردام هست، من 5 تا شاگرد دارم. تواق میکنیم، گوره میکنیم، مهون اوغور چای خوش و چو فرزندای خانه‌دار کردیم. آیا کسب می پدری. برای طبق تراشی بیشتر چوب‌های چهارمغز، زردآلو، چینار و زربید استفاده می شوند. اینجا هنرمندان از تنه و پایه درخت چنار استفاده دارند، زیرا چوب چنار برایشان خیلی دسترس می باشد. درخت بسیار است نمی‌یابیم. درخت‌های من مثلا در کوخ می گریسای میگیریم کار میکنیم. برای در اوپا نمی‌مونیم یک مدوم اوپا میستاد. مثلا درخت سر آدو قیمت است هم. از چینور روی کوخ میگیریم، تر میکنیم و ای چهارمغز میگیریم درخت‌های. هم یک روز با همین بسیار کنه 10 تا طبق میکنم، 5 تا طبق میکنم.
30 сум 40 сум 25 сум ҳар хел мебурод да. این تشه برای شکلان آماده نمودن طبق استفاده کرده می شود. شکل طبق که آماده گردید سپس با تشه خرد داخل آن را تراشیده به دستگاه خراطی نصب می کنند. باید گفت که در زمان فعلی دستگاه های طبق تراشی آبی از بین رفته جای آن را دستگاه های برقی خراطی گرفتند. وظیفه دستگاه تاب دادن طبق نیم تیار می باشد. در اثنای دور زدن استا با کجکارد گردی طبق را داشته می ایستد. بابا سفرعلی چوب تراش منفیت دیگر این هنر را در آن می‌بیند که استفاده طبق‌های چوبین از لحاظ اقتصادی نیز به منفیت می‌باشند چون که آنها به زودی نمی‌شکنند. بر دیارم آمده نوروز من همچون مادری دلسوز من باز کرده آغوش دشت و دمن می سراید بلبل شیرین سخن. نوروز جهان جشن پسندیده ما، خوش آمده بیا تو بر دیده ما. بلبل به چمن ترانه خوانی دارد، نوروز عجم جشن جهانی دارد. از پرستو من شنیدم این خبر، نوبهار آمد عروسی گلبسر. کوکولانی خویش گلدوزی کنیم، رقص و بازی بزم نوروزی کنیم. رنگین نموده عالم تیر و کمان رستم، گویند به کل یاران نوروزتان مبارک. دوران دلنوازی است ایام عشق بازی است، ای عاشقان دنیا نوروزتان مبارک. پرورش زنبور اصل از گذشته دوری تاریخ اگرچه وجود ندارد ولی در خصوص اصل و جهت‌های طبابتی آن گذشتگان ما از قدیم گفتند. در حالی که زنبور جانوری پاک است و سرکار و سرتشویش، این حکمت را به مرد دهقان نسبت می‌دهند. دیگر اینکه زنبوران آمد بهار، نوروز و بیدارشوی طبیعت را پیش از همه پیخست می‌کنند. آمدی نوروز بهار رو اولین بار اول زنبوری اصل میفهمد، احساس میکند. با درختان شیشته آنها رو باردار میکند. پریدن از لانه خودش تا 3 کیلومتر پرواز میکند، تا 3 کیلومتر حاصل میبیارد. در پاهاش گردی گل رو میگیرد، در دهانش شهد رو گرفته میبیارد. این سال هم سال سرباریش اومد، همه جا سبزه، درختان نغز نشونمای افته ایستادند. دویم بار است که بچه‌های خود را برآورده پرواز کرده ایستادند. مثلا برای با اویله زیاد کردن تیار می شود. همین سال از 20 فوریه کاری زنبور آغاز یافت. زنبور اصل تخمانی را سر کرد، مالا نشونمای افته ایستاده است.
зиёд шуда истодааст. Зиёда аз 30 сол мешавад ки ман бо занбури асалпарварӣ машғулам. аз ин пеш падарам, бобоям, онҳо ҳам занбурпарвар буданд. касби хуб аст. ба дигаронам тавсия метиҳам. беҳтарин касб аст. тамоми ҷои тоҷикистон метавонем ки мо занбурпарварӣ кунем. ҳама ҷо гул аст, ҳама ҷо баҳор аст тоҷикистон. дар ҳар як хонаи занбур якта модарзанбур ҳаст. модарзанбури асал аз 2500 то 3000 тухм мемонад дар як шабонарӯз. дар муддати 20-21 рӯз тухм аз хоначаҳош мебурояд. як 2 рӯз 3 рӯзи аввал дар даруни занбур барои рӯбучини хона хизмат мекунад, барои наслҳои хурдро хӯрок додан. баъд онҳо буромада муҳити атрофро дида, рангу хонаи худро дида парвоз мекунад, ба табиат мебурояд. онҳо бо барои гул ҷамъ кардан, шаҳд ҷамъ кардан мебуроянд. мана дар вақти кор занбури асал аз 20 рӯз то 40 рӯз умр мебинад. ҳаёти занбур ба инсон ончунон монанд аст ки тозагиро мепарастад, баҳорро эҳсос мекунад, соҳиби худро мешиносад, табиатро дӯст медорад.
پدر من کس آتشان یاد گرفتگی 4 یار برادر بودیم فقط من آموختم همین یاد گرفتم همین کسی پدرم با من خور نکردم من عادتم بیاد من خودم میکنم همین من خیلی شاگرد مایده بودم هر کی شاگرد ایستادم کلاله برافته که برای که پدرم وقتی که ادوینو گذاشتم من یاش بودم فقط هم چون اشتاقش میتونستم پیش پدرم بی من خیلی هنره نمیتونم برای که مایده بودم موندگیش استوایی کنه یاد گرفتم پیش قرطاق جای سیخ کلالی بود که قریب 400 تا 300 آدم کار میکرد همین 100 تا 150 تاش کلالی به کار میکرد زنکا بودن دخترها بودن بچه‌ها بودن مردکا بودن همین راهبرشون گویا مسترش استادشون من بودم من همین قدر آدم به مثال راه نشون دادم اینت کنه تو و هم زندگیشون پیش می بردن آره هنری مثل کلالی اصلا امروز این هنرمند دسترنج را به بازار میبرارد که اکثریت مالهای نیازی مردمند مخصوصاً با درخواست بعضی از مردمان این و یا آن گوشه گرد و اطراف با واسطه محصولات‌های کلاهگری چنین آلات‌ها آماده نموده پیشکش خریداران می‌گردد. من حاضر چی می‌ذارم من پیاله‌هایی که مثلا اوقاتگیری نیم کاسه میگن یا جرقات میگیرن من کوزه‌هاش میتونم مثلا من وعظه‌هاش توقع معده کلان همینا عدسم میبیاد برای که من وقتم استادو یاد گرفتگی نه حرکت میکنیم که خاک اگجا گیریم من اونجا به طرف سرخی میگن هم با تشکیتاش میگن همجا به خاک هم کلالی هست کبوتش هم هست سرخش هم هست و همجا رفته با اراوه چرا که خاک میگیره میبینیم و اینجا به تر میکنیم دوشگاه بایو از سیدکا گذرانده با یک نمود خاک سفیدش اطراف کوی خودم میگیریم یعنی میبریم دیش آمیخته کرده بعد روی یا مطاب هوار میکنیم یا رو درست میساده لوی تایار که شد بعد گرفته کاربست میکنیم این لوی همه خیلی آورد نمیشه تا از سیدکا نگذرانیم مثال من شاگرد اگه دست به دست که یاردم نکنه مثال یک محصولات ما تایار کنه نمیتونم چقدر همین لوی تایار باشه اکل لوی موهان لوی قرطاق از قدیم که هم کلار که کاربست میکنن بس صفتش هم نغز آوازش هم نغز برای که همین سفال چینی باره آواز دارد محصولات های تیار نموده کلالی این هنرمند کوزه، طبق، آفتابه، پیاله و دیگر اسباب های ضروری روزگار می باشند. همچنین از کلال آماده نمودن هر گونه ایونیه ها از قبیل کوگیچه، بازیچه، هشتاکچه و غیره می باشد. واسه محصولات من شما باید تیار کردیم هم 10 منو 15 منو وقت میرد که من همین محصولات تیار کردم میگیرم میمونم بعد این محصولات گرفته که موندم برای خوش شدنش مثال این یه روز به خوش نمیشه 2-3 روز احتیاط کرده جایی که شمال پناه به دنوی خانه میمونیم همین قاقش شود خوش شود که مثل شمال هم اینا مثل یک کفانه جغ میتید خشک شد در تندور میمونیم علاوه میکنیم میپزد از تندور میگیریم بعد یای خیبر رنگ کنیم اکو گپ با همون آدمی که میگوید رنگ کرده یا بیرنگ کرده بیرنگ تا رنگ کرده رنگ کرده این هم قدر مثال از همون آدمی میگیشتگی ارزشش چگونه است؟ ارزشش اکو نرخش با اکو گپ هم با همون خریدار و اگر من اینا 5 سم 6 سم که خریدار با میخواستم که 3 سم تا یا 4 سم یا 2 سم همه خیلی اکو وای آدم به با نیا کرده مثال پولش گفته وای خیلی گویم که اینا من 5 سم 6 سم وای بیام اگه وزن میکنه مونده میره مرز نیست مجبور از اون کتن که وقت وای خرسند شود دماغ وای مقصد ما در خصوص هنر کلاهگری بیشتر حرف زدن نیست ولی این یگانه هنر است که عین زمان در دهه قرطاق از بین نرفته است. نوروز به نوبهار کی میبینیم گلها را به 6 قطار کی میبینیم گلها را به 6 قطار در فصل بهار دنیا را به یک قرار کی میبینیم نوروز به نوبهار با هم بینیم شادان و ترانه‌خوان و بیغم بینیم با هم برویم سیر گلهای چمن با قهقه کبک و مست و شبنم بینیم عشق من و تو بهار بود است و خلاص یک خنده لاله‌زار بود است و خلاص در جاده نوجوانی ما
یک بازی پربرار بود است و خلاص. با آمدن بهار یار آمد باز، من باده بنوشم که نگار آمد باز. اگر باده ز پیمانه بنوشند کسان، می از لب یار با خمار آمد باز. مردان روزگار دیده باشند با امید فردای آباد و آسوده زندگی استقبال بهار نازنین و جشن نوروز سیر باغ و بستان و کوه و دمن میکنند. مرد دهقان پی کشتی بهاره کمر همت میبندد و باغبان باشد پی نهال شنانی. نهال شنانی نگاه کردن زمین ها من همه به تاثیر در اورم در کار هم مهنت کردن نگاه کردن درخت شنونده استن اینم یک فرزند کلام میکنی اینم هم خیر درخت شنونی یک فرزند تربیت میکنه بابایم میرسونه درخت هم نگاه کنی سینگوری فرزند بابایم میرسد میوه میتید اول میخورد ثوابش میرسد خودشون بهره میبرن. فصل بهار هم خیلی فصل زیبا هست. حاضر خدا بشکر نغزی نبینید گل گلکاری همه جا آبادی هم بهرتون بود هوایی مثلا برید دهقان جدا خوب اومد بارش های خوب شد وقتی بهار جدا بزه میشه گلها میشکفن همه جا بزه میشه یک بدکی که لباس نبا میفشونه شغل زیب میگیرد یانوی پشته هم همه خیلی گلها میگیرد میشکفن بزه میشه.